آیه دکتر بی مقدمه برم سر بدبختی اول، داستان فیش حقوقی. خوش به حالت که فکر میکنی بدبختی اول؟ نه خیر ترتیب اجرا رو گفتم. این داستان فیشای حقوقی رو برای بار اول کدام شیر پاک نخورده ای رو کرد که اینجور بحرانی توی نظام رو انداخت؟ یعنی خودش دستاش پاک بوده؟ مرحوم عقبی همیشه میفهمودن بزن با خودم عرض میکردم بله میفهمودن که یارو با کامیون رفت تو محوطه بیمارستان بوق مأمور بیمارستان با بلندگو داد آقا اینجا بوق نزن مریض داری. یارو 2 تا بوق دیگه زد یعنی باشه. بعد نیم ساعت برگشت میخواست بره بیرون 2 تا بوق زد با صاحب مأموره یعنی نوکرتم، اونم با بلندگو گفت چاکرتم. روشن شد یا برات بگم که اینجا مریض کی بود؟ برگردیم به فیشای حقوقی. این داستان دامن شما هم گرفته حرف دهنت بفهم ناکس 10% همین مسئله من به تو تذکر دادم. منظوری نداشتم آقای دکتر. تازه زور نداشت اینجوری گفتی. اگه زور داشتی تو چه کار میکردی؟ اونی که حساب پاکه از محاسبه چه باکه قربونت برم؟ با باک یا بی با کار ندارم. بحث دامن و این چیزا رو جمع کن ناکس. آبروی ما آبروی عظما نیست کمتری باش بازی کنی ها. فکر کنم دیگه آبرویی برای مقام عظما نمونده که بخوام باش بازی کنم. اگرم چیزی گفتم فقط برای این بود که نرم سر بدبختی اصلی و این داستان پاریس و نمیخواد دیگه این حرفا رو بزنی. من بهت سربسته میگم تا سعی کن سربسته بفهمی. وقتی یکی بدبخته خب همه جا بدبخته. عظما از فیش حقوقی تا فروختن بوئینگ و نفروختن بوئینگ، از آزمایش موشکی تا تمدید تحریما، داستان عراق و سوریه و یمن که همیشه بیخ گلوشو گرفته، تو همه جا بدبخته. حالا داستان پاریس دیگه سرجم بشه. مرحوم عبدی همیشه میفهمودن بزن باهاتون عرض میکردن بله میفهمودن که یارو پول برقشو نداده بود. بعد مأموره اومد گازشو قطع کرد. گفت چرا گازو قطع کردی؟ گفت که کمرم درد میکنه نمیتونم از تیر برق برم بالا. تو هم کس قیافت معلومه پول گازم نداری بدی. یعنی آیه دکتر یعنی از قیافه مقام عظما داستان عربستان معلومه. از قیافه مقام عظما که ساله، از قیافه خودتون. آیه دکتر عصبانی نشین. یه توصیه میکنم امتحانش هم کردم وقتی عصبانی هستین چای سبز با لیمو بخورین. من امتحان کردم هیچ تأثیری نداره ولی کلاس داره. حفظ ما تو رو روشن کنم که امتحان کردم کلاس نداره ولی خیلی تاثیر داره. آیه دکتر سبزعلی رضایی در مورد ضربه ای که از پاریس بر فک مقام عظما نشست یه نظریاتی داده. ضربه پاریس رو فک مقام عظما یه چیزی ولی از سبزعلی واسه من سوال مطرح نکنیم واسه بحث تو بکن اما اون ماشنگو ولش کن. بعضی این سوراخ‌های اول کمربندن هستن ها ولی به هیچ دردی نمیخورن. آدم خودم چی بزنتش که این عکس مقام عظما بچسبه به دیوار که هر کی میرسه یه توف بندازه روش بعدش هم مچاله و پارش کنه. آی دکتر حالا بگذاریم دشمنای نظام که هر سال تو پاریس فک نظام رو پیاده میکردن ولی اینطوری جیغ و داد نمیکردیم. امسال چی فرق کرده مگه؟ خیلی سربسته بهت میگم. یه موقع تو روند اولی گاردت هم بسته مشتو که میخوری بالاخره یه جوری میکشی. یه موقع هست روند آخره گاردت آویزون پک و پوز جلو حالت ولو بوکسو که میخوری تلو تو هم از کل این بحث فقط تلو شو یاد گرفتی. اما تو خب اصلش هم همین بود. نمیخواد اینقدر ریش توصیف کنی آی دکتر دلم ریش شد قربونت برم. من با توصیف کردنش تو ریش شد. میگه شنیدن کی بود مانند خوردن. تو طاقت شنیدنش نداری. ببین بدبخت عضوای بیچاره که شده کیسه بوکس مندرس همینطوری میذارن به پک و پوزش چه حالی داره. آی دکتر اختلافات توی نظام هم خیلی هزینه برای مقام عظما داشته. پس چی؟ میخوام برات بگم که وضعیت عظما خیلی در مداوم‌تر هم شده. هرچی هم بیشتر ناله میکنه کمتر ازش حساب میبرم. مرحوم عبدی همیشه میفهمودن بزن با از میکردن بله میفهمودن که طرف رفت پیش وکیل گفت آقا من میخوام از شریکم جدا بشم کارخونه رو بردارم واسه خودم. بعد وکیل گفتش که خب باشه میشه $2000 خرجش. طرف گفت که خب $500 میدم میکشنش دیگه. آیا دکتر روشن شد یا یه $500 خرجت کنم. خیلی روشن میکنه دکتر. بعد از برجام و پاریس بدبختی های مقام عظما بیشتر شده. من نمیدونم چرا هر وقت این مقام عظما کلید موفقیت رو پیدا میکنه یکی میره قفل رو عوض میکنه. چی به سر این حیوانکی آورده؟ آخه خود بدبختی یه طرفه اون بلایی بعدش هم خب یه طرف دیگه است. مرحوم عبدی همیشه میفهمودن بزاد باهاتون از کردن بله میفهمودن که صورت یارو رو مار زده بود ولی از خفگی بود.
علتش همین بود که دوستاش گردنشو با طناب بسته بودن که زهر از اینجا پایین‌تر نره. شد نمیخواد بخندی، دارم تو قصه غم انگیز برات تعریف کنم. خنده تلخ من آقای دکتر از گریه غم انگیزتره. کارم از گریه گذشته به اون میخندم آقای دکتر. نگاه خندم نکن، دارم دل خونم رو تسکین میدم. نمیخوام آخر برنامه با شما دعوا بکنم. کار دعوا با تو نمیخوام. چیکار وضعیت عضو خودت داری میگی وضعیتش اینجوری پتاله. خب این حیوانکی چه کار کرده بود که اینجوری به سرش آوردن؟ آخه این بدبخت فلک زده رو تو مگه